درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما کتاب کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار 43. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکمی آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی ها تصویر می کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره کنی بر راهبری تعبیر می شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افینه صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می دهد. کتابی پنجم، بابی سیوم. از پس آنها رنبک مادی سوارگردهای خود را و از پس آنها تو تیگران سوارهایت را با همان ترتیب به پیش میبرید و آنگاه همه راهبران دیگری جنگاوران سواره هر یکی با آن سربازانی که به نزد ما از همه آخر آمده بودند حرکت می کنند. سپس شما سگها می روید. در آخر بگذار کدوسی ها که از همه آخر به نزد ما آمده بودند حرکت کنند. تو الکه راهبری آنها از حال و حرکت همه آنهایی را که در صف قفایند نظارت کردن نگذار که کسی از سواره هایت قفا ماند. همه تان نظارت برید که در حال خاموشی کامل حرکت کنید، هم شما فرماندهان و هم عموما همه جنگاوران عاقل. زیرا شبانه لازم می آید که همه چیز را نه با واسطه چشمان بلکه بیشتر به وسیله گوشها درک و پیخست باید کرد و به ترتیبی در شب نسبت به روز به حد خیلی کلانتر رخ می دهد و اصلاحش دشوارتر است. از این جاست که هر کس باید قطعیاً خاموش باشد و در صفش موقعی خود را نگاه دارد. وقتی که اگر شبانه به نبرد وارد شدن ضرور شود، پاسبانان شبانه باید هرچی کوتاه مدت و زود تعیین کرده شوند تا بیخوابی دور و درازشان در خدمت پاسبانی و محاربه حربی ضرر نرساند. وقتی که وارد شوی به محاربه حربی لازم می آید، با شیپور صدا دادن لازم است. در آن حال همه شما چیزهای ضروریتان را گرفته با راهی که به سوی بابل می برد حرکت کنید و در عین حال هر یک سربازی که در قطاری ستون شکل قرار دارد باید شخصی را که در پس او ایستاده است تشویق نماید تا که از پس او شتاب کند. پس از این همه به خیمه های خود رفتند و پراکنده شده تأثیرات خود را درباره آن که چگونه کوروش هنگام تقسیم کردن وظیفه ها
به هر کسی که فرمایش میداد او را بی خطا نام می برد. اما کروش این کار را کاملا قصداً به سامان می رساند، زیرا به نظر او خیلی عجیب می نمود که اگر هنرمندان هر کدامشان در ساحه خود نام آلات مهنت و طبیب، نام تمام ابزار و داروهایی را که او استفاده می برد باید دقیق داند، مگر سرلشکر آنقدر باید احمق باشد که نام فرماندهانش را نداند و وی باید آنها را یک نوع ابزار به کار برد که آیا می خواهد یا چیزی را به دست آورد یا پاسبانی کند یا مردم را تشویق کند یا ترساند. و همین مانند وقتی که او می خواست کسی را فرق کند به این شخص با نامش مراجعت کردن را اولاتر می دانست. به اندیشه او باوری سربازان به آن که آنها را سرلشکرشان می شناسد وادار می سازد که در پیش نظر او بیشتر فرصت خودنمایی جویند و شفقشان را برای آن زیاد می کند که با جد و جهد از اعمال ننگین کناره جویند. او این چنین کاری را تماماً بی‌معنی می حسابید که اگر فرمانده خواهشی فرماندهی داشته باشد و آن را به مانند بعضی از جنابان به اجرا می رساند که در خانهشان فرمان می دهند کسی باید برای آب رود یا کسی هیزم شکند. به عقیده او با چنین فرمانها همه تنها به سوی همدیگر می نگرند، اما کسی عهدهدار نمی شود که فرمان را اجرا کند. همه گویا گناهکارند، اما کسی شرم و ترس ندارد، زیرا هر یکشان همراه بسیاری ها برابر گناهکارند. محض با همین سبب ها او هر کسی را که فرمان می داد نام می برد. کروش در باب طرز فرماندهی از اندیشه مذکور پیروی داشت. در همین حال سربازان خوراک شامشان را تناول کرده پاسبانها را گذاشتند و انجام ضروریشان را جمع کرده به خواب رفتند. چون شب از نصف نگذشت صدای شیپور بلند شد. کروش به خریسند گفت که او دیگران را در راه در قطار پیش قوه‌های جنگی و همراهی گیپریت‌هایش به پیش حرکت کرد. کمی بعدتر خریسند جنگاوران زره پوش را سروری نموده پیدا شد. کروش به او راهنمایان را جدا نموده فرمان داد که اول آهسته آهسته روند، زیرا هنوز نه همه گروه های جنگاوران برآمده بودند. خود او در کنار راه ایستاده به فرماندهان نزدیک آمده فرمان میداد که با ترتیب مقرر شده پیش روند و به نزد آنهایی که دیر مانده بودند قاصدش را فرستاده شتاب کردن آنها را خواست. هنگامی که الکی همه به راه برآمدند کروش به نزد خریسند سواره‌هایش را فرستاد و خبر داد که همه الکی به راه برآمدند و او میتواند سرعت حرکتش را افزاید و خودش آهسته آهسته به پیش قدم زده
حرکت صفهای ستون شکل علاهیده را نظاره می کرد. اگر می دید که جنگاوران با ترتیب قطعی و کاملا خاموشانه حرکت می کنند، به نزد آنها آمده می پرسید که آنها کیستند و با دریافت اطلاع ایشان را تعریف می کرد. اگر یگان گروه جنگی را در حال پریشانی مشاهده می کرد، تلاش می ورزید که سبب آن را فهمد و بی سر و سامانی را برطرف می کرد. تنها تذکری باز یک فرمان کروش در جریان راهپیمایی نظامی شبانه باقی می‌ماند. او در صف پیش تمام لشکر شماره نه آنقدر کلان جنگاوران پیاده‌گرد را که سبک مسلح بودند تحویل داد و آنها می بایست راه کشته خریسنت را از نظرشان گم نمی کردند و با او در ارتباط قرار گیرند و همه چیز گوش اندازند و همه چیز را مشاهده نموده و خریسنت درباره آن چیزی که به نظرشان مهم می رسید گزارش می داد. آنها فرمانده خود را داشتند که وظیفه‌اش از نگاه داشتن ترتیب و نظام در بین جنگاوران و گزارش دادن درباره همه چیزهای قابل توجه بدون تشویش دادن با خبرهای میده چویده عبارت بود. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکمی آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی‌ها تصویر می کند. آن همچون رمن تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره‌کنی و راهبری تعبیر می شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افینا صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می دهد. همین طور او تمام شب راه پیمود. وقتی که روز فرا رسید، سوارهای تدوسی را با جنگاوران پیاده اشان که در صف آخرین می رفتند به قفا گذاشت تا که سربازان پیاده‌گرد نیز از حمایه سوارهای نظامی محروم نباشند. و باقی مانده سوارها فرمان داد با اسب‌هایشان به جای حی کنند که محض از آنجا دشمنانشان را انتظار بودند تا که اگر آنها پیدا شوند به جانبشان حرکت کرده به فضل آنکه قوه ضروری جنگی را در حالت آماده باش داشتند به محاربه درآیند و اگر در نیت دشمنان نشانه های فرار مشاهده گردد، در آن حالت با تمام قطعیت آنها را تعقیب نماید. کوروش برای همیشگی معین کرده بود که کدام از سوارهایش باید به تعقیب دشمن رود و کدام آنها در نزد او باقی می‌ماند. اما
آنکه تمام صف نظامی جنگاوران پراکنده شود، این کار را او هیچگاه جایز نمی‌دانست. و همین ترتیب کوروش لشکری خود را اداره می‌کرد. خود او باشد در یک جا آرام نمی‌ایستاد. گاه در این سو و گاه در آن سو پیدا شده همه چیز را مشاهده می‌نمود و برای آدمانش برای تأمین چیزهای ضروریشان غمخواری می‌کرد. همین گونه لشکری کوروش به پیش حرکت می‌کرد. کوروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکمی آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی‌ها تصویر می‌کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره‌کنی و راهبری تعبیر می‌شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه‌ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می‌یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افینه صورت گرفته است. همچنین کوروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می‌دهد. شما گفتار 43 را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینوفونت تحت عنوان کوروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم جان حمیدزاده.